جوان به حکیم گفت: وقتی همسرم را انتخاب کردم در نظرم طوری بود که خداوند مثلش را در دنیا نیافریده است. وقتی نامزد شدیم دیدم که بسیاری از زنان مثل او بودند. وقتی ازدواج کردیم خیلی ها را از او زیباتر یافتم. چند سالی را که با هم زندگی کردیم دریافتم که همه زنها از همسرم بهترند. حکیم گفت: آیا دوست داری بدانی که از همه اینها تلختر و ناگوارتر چیست؟ جوان گفت: بله. حکیم گفت: تو اگر با تمام زنهای دنیا هم ازدواج کنی باز هم احساس خواهی کرد که سگهای ولگرد محله شما از آنها زیباترند. جوان با تعجب پرسید: چرا چنین میگویی؟ حکیم گفت: چون که مشکل در همسر تو نیست. مشکل اینجاست که وقتی انسان قلب طمعکار و چشم گرسنه و از شرم خداوند خالی باشد، محال است، ناممکن است که چشمانش را بجز خاک گور چیزی دیگری پر کند. یعنی چشمان او از چیزی سیر نمی شود مگر از خاک گور. آیا دوست داری دوباره همسرت زیباترین زن دنیا باشد؟ جوان گفت: آره. حکیم گفت: مراقب چشمانت باش و از چشم چرانی پرهیز نما. بله برادران عزیز، هر کسی که از چشم چرانی پرهیز می کند همسرش برایش زیباترین زن دنیا می باشد.